الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. دوام موضوع تفخیم خواندن حرف را. یعنی در موضوع قبلی ما گفتیم که حرف را دو حالت خوانش دارد. گاه غفظ خوانده می شود را یا که رو، و گاه دیگر باریک خوانده می شود. حالت هایی که غفظ خوانده می شدن ما گفتیم که 6 حالت هست. یعنی در 6 حالت حرف را غفظ خوانده می شد. از این 6 حالت ما دو حالت چه با هم گذاشتیم در درس قبلی. یکم حالت گفتیم اگر حرف را فتحه یعنی زبر داشته باشد حرف را غفظ خوانده می شد. دویم حالت اگر حرف را پیش داشته باشد حرف را غفظ خوانده می شد. خب انا اکنون سوم و چهارم حالت با هم میگذاریم. خب سوم و چهارم حالت اگر حرف را ساکین باشد و حرف پیش از آن بوده مفتوح یعنی فتحه دار یا مضموم ضمه دار باشد. برای ما معلوم است که حرف ها دو حالت دارند، یا متحرک هستند یعنی یا حرف حرکت دارد، زبر زیر یا پیش دارد، و اگر زبر یا زیر یا پیش نداشته باشد پس در حالت حرف ساکین یعنی حرف سکون دار هستند، حرف سکون دارد. خب بنابراین اکنون حرف ما از روی حرف را از روی حرکتش که معلوم میکردیم غوص یا باریک خواندنش می شود حالتهایی که حرف رای ما علامت سکون دارد، خواه سکونی عارضی باشد خواه سکونی خب اصلی باشد. یعنی گاه جایی می شود که خودمون علامت سکون میمونیم به خاطر ایستادن، یا گاه جایی می شود که علامت سکون خودی اصلی بگیم همون حرف است. بنابراین اکنون ما در این حالت اگر حرف رای ما ساکین شود باید که حرفی پیش از را بودگی را اعتبار دهیم. خب وقتی اعتبار دادیم دیدیم که حرف را خودش ساکین باشد و پیش از خودش بودگی حرف زبر داشته باشد پس حرف را غوص خوانده می شود، و یا حرف را ساکین باشد و پیش از خودش بودگی حرف ضمه یعنی او داشته باشد پس حرف رای ما غوص خوانده می شود. خلاصه اگر حرف را زبر داشته باشد غوص خوانده می شود، یا پیش داشته باشد غوص خوانده می شود، یا اگر حرف را خودش ساکین باشد و پیش از خودش بودگی حرف زبر داشته باشد غوص خوانده می شود، یا اینکه پیش از خودش بودگی حرف ضمه پیش داشته باشد باز غوص خوانده می شود. از روی مثال ها خوبتر میفهمیم. مثال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اول: فصل لربک وانحر. فصل لربک ربک، به خاطر حرف را غوص خواندیم که حرف رای ما زبر داشت. اولین قاعده حرف را گفتیم. آخر آیه ده وانحر. وانحر بینید حرف را ساکین شد و اکنون ما لازم است که پیش از خودش بودگی حرف اهمیت دهیم که چی حرکت دارد. پیش از حرف را بودگی حرف دیدیم که زبر دارد، پس اگر حرف را خودش زبر میگرفت غوص میشید. مادام که پیش از خودش بودگی حرف هم زبر دارد حرف رای ما غوص شده است. وانحر نمیگیم که وانحر. وانحر گفتن نادرست میشود، بلکه وانحر میگیم. مثال دیگر: و ارسل علیهم طیرا ابابیل. و بینید حرف را ساکین شد، پیش از خودش بودگی را اهمیت میتیم که همزه چی دارد؟ زبر دارد، پس غوص خواندیمش. و گفتیم و نمیگیم. یا که طیرا حرف رای ما دو زبر کی داشت گفتیم غوص خوانده می شود. مثال دیگر: ترمیهم بحجارة من سجیل. حرف را ساکین است، پیش از حرف را بودگی حرف اهمیت میتیم که فتحه دارد یعنی زبر دارد، پس تر نمیگیم بلکه تر میگیم، زبان قفا میبریم. برای غوص خواندن حرف را نوک زبان هر چقدر قفا رفت همون قدر غوص میشود. مثلا بینید ار 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 ار، دیدی همون را تلفظ کردن ده اول نوک زبان قطعی گفتیم بعد آسته آسته قفا بردیم همین خیلی غوص شدن گرفت. شما را به همین شکل میتونید حرف را غوص کنید. ترمیهم بحجارة دیدید را در اینجا غوص شد. بحجارة من سجیل. دیگر آیت: فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. خب حرف را ساکین شد، پیش از خودش بودگی حرف زبر دارد. مثال دیگر: و الى ربک فارغب.
و الی ربک فارغب، یعنی حرف را زبر دارد قفس شید. یا که در اینجا حرف را سکون است، پیش از خودش بدگی حرف ف زبر دارد، به همون خاطر فارغب گفتیم. خب و آیه دیگر ولسوف یعطیک ربک، دیدید ربک فترضا، حرف رایی که در این فترضا هست بینید را ساکین است، پیش از خودش بدگی حرف زبر دارد فترضا. یا که آیه دیگر فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. دیدید در دو آیت تقهر حرف را ساکین است، پیش از خودش بدگی زبر دارد قوس شد، و آیه دیگر همی تنهر را ساکین است، پیش از خودش بدگی حرف زبر دارد. آیه دیگر الهاکم التکاثر، آخران یعنی حرفی را است. بینید شاید شما سوال تید که چرا حرفی را در اینجا حرکت دارد، یعنی پیش دارد، چی به ما قوسش خواندیم، یا که چی به مثلا به هر حال اگر پیش هم میداشت ما قوسش میخواندیم، اما وقتی که ایستادیم ما همین علامتی حرکت فتحه حرکت زمه حرف را ما چیکار کردیم؟ سکون به سکون تبدیل دادیم، چون که ایستادن جایز نیست مگر اینکه به علامت سکون. هیچگاه حق نداریم بگیم که الهاکم التکاثر، گفته ایستادن حق نداریم، یعنی به خاطر ایستادن ما حرف آخره حرکت شد به علامت سکون تبدیل دادیم. این سکون هم میگن سکونی عارضی، یعنی ساخته شده، خودمون از پیش خودمون به خاطر ایستادن ساختیم. در همین حالت همی الکی اعتبار میتیم که مدام که حرف را سکون دارد و اگرچه سکونش سکون عارضی هم باشد، پیش از خودش میبینیم که حرفی پیش از او بودگی ضمه دارد، پس حرف رای ما قوس خوانده شد. و آخران مثال حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر. بینید زر حرف را ساکین است، پیش از خودش بدگی حرف زی چی دارد؟ ضمه دارد. زرتم گفتیم، زر نگفتیم، زرتم نه، زر قوسش کردیم. مقابر، اکنون حرف رای آخران اهمیت دید، مقابر تنکش خواندیم. به کدام خاطر؟ چون که حرف رای آخران ما از پیش خودمون گفتیم سکون عارضی موندیم، خب مقابر بود، اما وقتی که ایستادیم مجبور شدیم که حرف را ساکین کنیم، یعنی علامت سکون تیم. وقتی که حرف را ساکین شد، پس حرف پیش از خودش بودگی را نگاه کردیم که نه زبر دارد نه پیش، به همین خاطر مقابر نگفتیم، مقابر گفتیم. دیدید مقابر که انشاءالله حرفایی که حرف را در کدام حالت ها تنک خوانده می شود انشاءالله در دیگر درس ها می خوانیمش درس های آینده ده. خب انا کنی یک ایضاح دیگر را باید براتون بگم. خب اگر حرف را در آخر کلمه آید، خب سکونش سکون عارضی باشد، یعنی سکونی باشد که در آخر کلمه ما خودمون از پیش خودمون ساختیم وایه، اما در اصل حرف را زبر یا زیر یا پیش داشت، لیکن به خاطر ایستادن مجبور هستیم که یک سکون مونیم. و حرفی ما قبلش نیست سکون دار باشد، وقت اهمیت میتیم که حرف را خودش ساکین شد، پیش از خودش نگاه میکنیم که وایم ساکین است، پس چیکار کنیم؟ پس ما قبلش را اعتبار میتیم، یعنی حرفی که پیش از حرفی پیش از را بودگی هستک. خب اگر مفتوح یا مضموم باشد، یعنی اگر حرفی پیش از حرف را بودگی زبر یا که پیش داشته باشد، حرف رای ما قوس خوانده میشد. مثال افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، حرف رای اول بینید فتحه دارد، این معلوم است یعنی قوس شد. بعثر ما فی القبور گفتیم، اما رای آخران را در آخر کلمه آمده است، به خاطری که ما ایستادیم قبور گفته وقف کردیم. وقتی که وقف کردیم حرفی پیش از را بودگی را اهمیت میتیم. پیش از خود شب دیدیم که حرف واو چی است؟ حرف واو ما علامتی سکون دارد، هیچ چیز ندارد، نه زبر نه زیر نه پیش، هیچ چیزی ندارد. به همون خاطر اکنون ما با پیش از حرف واو بودگی را، یعنی ما قبلش را اهمیت میتیم. خب میبینیم که ما قبل حرف را چی است؟ حرف ب علامتی یا حرکتی فتحه دارد، به همون خاطر حرف را قوس خوانده شد.
ما فی القبور. قبور نمیگیم قبور، نگفتیم. یا که مثال دیگر و حصل ما فی الصدور. حرف را در آخری کلمه آمد، خودش علامت سکون دارد، یعنی سکون عارضی خودمان موندیم. پیش از وای بدگی حرف واو. حرف واوی ما چی دارد؟ سکون است، بنابراین با پیش از وای اهمیت میتیم. همین خیل دیدیم که حرف دال ضمه دارد و حرف رای ما را غوض کرد. صدور. صدور. یا که دیگر مثال والفجر. والفجر. بینید حرف را ساکین عارضی، یعنی از پیش خودمان ساکینش موندیم، پیش از خودش بدگی را اهمیت دادیم که حرف جیم ساکین است و پیش از وای اهمیت میتیم که زبر دارد، پس حرف را غوض خوانده می شود. یا که مثال دیگر ولیال عشر. عشر. بینید عشر غوض شد، این هم همون خیل. دیگر مثال والشفع والوتر. حرف را ساکین عارضی و پیش از خودش بودگی حرف تا چی است؟ حرف تا ما علامت سکون دارد و پیش از حرف تا را میبینیم که حرف واو فتحه دارد، بنابراین حرف را چی خوانده شد؟ خب غوض خوانده می شود. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. دیدید؟ غوض خوانده شدن. این بود دو حالت دیگر، یعنی سوم و چهارم حالت حرف را که غوض خوانده میشدن. خلاصه میکنیم یک بار دیگر. اگر حرف را زبر داشته باشد غوض خوانده میشد. اگر حرف را پیش داشته باشد غوض خوانده میشد. اگر حرف رای ما دو زبر و دو پیشم داشته باشد غوض خوانده میشدن. خب سوم حالت اگر حرف را خب خودش ساکین باشد، پیش از خودش بدگی حرف زبر باشد غوض خوانده میشد. یا اگر حرف را چهارم حالتش اگر حرف را ساکین باشد، پیش از خودش بدگی حرف پیش داشته باشد، یعنی او داشته باشد، حرف را غوض خوانده میشد. این چنین اگر حالتی شد که حرف را ساکین شد و پیش از خودش بدگی حرف علامت سکون داشته باشد، پس با پیش از وای بدگی حرف ما اهمیت میتیم. همین خیلی یعنی قفا میرویم. ان شاء الله که این موضوع باید فهمو شده باشد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.